السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز هم به سوالهای شما انشاءالله جواب میگوییم و از سوال یکی از برادران شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، سوال همین است: حیوان ها را بز، قشقار، بقه را اخته یعنی خسی کردن جایز است؟ اگر جایز باشد به یگان اوکال یا اینکه به بیهوش کردن حیوان بر حیوان ظلم نمی شود؟ ببخشید، من علم دینی ندارم، با شما بحث کردنی نیستم، اما میخواهم درست جواب گویید، چون که در خانه چارپا دارم. میگویند اخته کنیم، من میگویم گناه است، چون که در قرآن خواندم با خط کریلی یعنی تاجیکی شیطان گفته است انسان ها را گمراه میکنم مانند گوش حیوان ها را شکاف یا اینکه اخته یعنی خسی میکنم. کدام سوره یا کدام آیت بود فراموش کردم، التماس نوار کنید یا اینکه رقم هایتون را نویسید. التماس ضرور است، سوال از برای الله است، باور کنید. الله تعالی به شما برکت دهد. برادر عزیز، به شما نیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میگویم. سوال را خیلی کمی طولانی نوشتند برادر، اما آنچه که در درون دلشون بوده است نوشتند. من پیشتر رقم های تلگرام را گذاشته بودم، اما متاسفانه برادران عزیز سوال ها خیلی زیاد میبینند. شما بسیار هستید، من تنها هستم، برای همین به همه جواب داده نمیتوانم. بنابراین امروز ها تلگرام یا رقم های شخصی خودم را نگذاشته ایستادم و امیدوارم که انشالله عذر بنده را میفهمید و قبول هم میکنید و هر آن سوال هایی که در کامنتاری میگذارید انشاءالله کوشش میکنیم به هر یکی آن را خوانده به آنها جواب گردانیم. خوب، آن آیه‌ای که شما اشاره کردید برادر عزیز در سوره نساء آیه 119، الله حق سبحانه و تعالی حکایه کرده است سخنهای شیطان را. شیطان وقتی از رحمت الله تعالی رانده می شود، آن را از سبب آدم علیه السلام می داند و وعده می دهد، قسم یاد کرده چنین گفته است: ولا اضلنهم، من فرزندان آدم علیه السلام را چیکار میکنم؟ گمراه میکنم، کوشش میکنم که آنها را گمراه کنم، از راه صراط المستقیم دور بگردانم. ولا امنینهم، و آنها را با آرزوها مفتون و فریفته مغرور میکنم. فقط عمل نمیکنند و آرزو و هوس کرده عمرشان را بیهوده میگذرانند. ولا امرنهم، و آنها را امر میکنم که تا اینکه چیکار کنند؟ گوشهای چاروایان را سوراخ کنند، گوششان را میبرند. ولا امرنهم، و آنها را امر میکنم تا اینکه چیکار کنند؟ مخلوقات الله را، آن چیزی که آفرینش الله تعالی به شکل زیبا آفریده است، آن را تغییر دهند. خب، در تفسیر همین آیه مبارکه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که عبدالله ابن عباس تغییر آفرینش الله را با اخته کردن چاروایان، قشقار و دیگر حیوان ها تفسیر کردند. اما دیگر مفسرین و همچنین جمهور فقها چیکار کردند؟ اخته کردن حیوانات را، چاروایان را، با سبب یک منفعتش، فایدهش زیاد شدن، به مانند بوی بد از قشقار می رود. مثلا وقتی قشقار را اخته می کنند در خردسالیش چی می شود؟ از همون روغنهایش و از گوشتش بوی بدش پست می شود یا می رود و همچنین طعم گوشتش چی می شود؟ با لذت و ملایمتر می شود گفتند و همچنین فربه شدنش چی می شود؟ آسان می شود. اگر با همین سبب ها، با همین منفعت ها جمهور فقها گفتند که باشد، اگر اخته کردنش درست است و جایز است. و همچنین خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با دو گوسفندی که اخته کرده شده است قربانی کردند. روایت شده است که ضحى رسول الله صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین موجوعین. پیامبر صلی الله علیه و سلم با دو گوسفند سفیدی که کم کم در پشمهای سیاهی داشت و همچنین موجوعین یعنی خسی کرده شده، اخته کرده شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردند و گفتند که یکی از امتان موحد من که به الله تعالی و به من ایمان آوردند، از نام آنها میکنم یکتش رو و یکتش از نام محمد صلی الله علیه و سلم، از خود پیامبر و از آل و اولادشان. و اگر اخته کردن جایز نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم دو گوسفند اخته کرده شده را
هرگز قربانی نمیکردند و تصور کنید قربانی یک عبادت بزرگ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را چیکار میکنند؟ با بهترینش، از همه بهترینش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرده قربانی میکنند. خب برادر، در سوالشون آیا اوکال کردن یا به اوکال اخته کردن و همین چیزهاش هم پرسیدن. البته چقدر انسان میتواند آسان کند، چقدر انسان بی‌درد کند بهتر است، زیرا اینکه ما و شما مسلمان ها از عذاب دادن حیوان، حتی حیوان هم که باشد، منع کرده شده ایم. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت قربانی کردن یا ذبح کردن حیوان، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ ولیحد احدکم شفرته گفتند. همون کردی که با همون گوسفند رو یا حیوان رو، چاروا رو میکشد، اون رو خیلی تیز کند تا اینکه گوسفندی که میکشد، حیوانی که میکشد، آن را عذاب ندهد. ببینید تا کدام اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم نازکی هاش رو برای ما و شما بیان کردن. البته پیشتر اوکال نبود، این چیزها نبود، این چیزها نو پیدا شده است. بنابراین فقها چی گفتند؟ فقها گفتند که اگر در خردسالیش باشد جایز است. گفتند یعنی بچه باشد، وقتی نو تولد شده است، درد احساس نمی کند یا سخت درد نمی کند. همون گوسفند یا چاروا وقتی کلام میشود و این کار رو میکنی، شاید از ضربه همون درد و از همون چیز میمورد و وفات میکند، حرام میمورد. بنابراین چقدر انسان میتواند آن را بر وقت کند و امکانیت باشد اوکال کرده و بی‌درد کرده کند، این چی است؟ البته اولا است. بنابراین الله تعالی را دعا میکنیم که الله تعالی هر یکی ما و شما را برای راست و دین اسلام را و آن چیزی که الله تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده اند به همون موفق گرداند. و همچنین برادر عزیز در سوالشان گفتند که من در ترجمه قرآن با زبان کریلی، زبان تاجیکی نوشته اش فلان چیز را خواندم. بله درست، بارک الله فی، الله تعالی به شما برکت دهد. اما برادران عزیز، فتوا و آن چیزی که به دین ما و شما تعلق دارد، به حلال و حرام تعلق دارد، آن را از ترجمه تاجیکی یا کریلی، از آن چیز با فهم خود انسان فهمیده و درک کردنش مشکل است. بنابراین فتوا را انسان از اهل علم، از انسان فقه، آن نفری که از فقه باخبر است، از اقوال علما، دانشمندا و فقها باخبر است، از آنجا جستجو میکند و میپرسد تا اینکه خطا نکند. با فهمش کوتاه خودش خطا کرده در دین یگون نوآوری، یگون بدعت یا یگون سختگیری از پیش خودش مبادا گناهکار نشود. الله تعالی به شما برکت دهد برادر عزیز. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.